شاید شنیده باشید بعضی از حشرات مثل مگس یا مورچه میتونن بعد منجمد شدن دوباره زنده بشن. به نظر شبیه معجزه است، اما پشتش یه واقعیت علمی و عجیب وجود داره. وقتی بیشتر موجودات زنده در معرض دمای خیلی پایین قرار میگیرن، آب داخل سلول‌هاشون یخ میزنه و بلورهای یخ به بافت آسیب میزنه. اما بعضی از حشرات و موجودات ریز مثل سوسک‌های قطبی یا پشی‌های خاص مناطق سرد مکانیزمی به نام cryoprotectant، یعنی بدنشون موادی مثل گلیسرول یا قند خالص تولید میکنه که مثل ضد یخ عمل میکنه و اجازه نمیده آب درون سلول‌ها به صورت بلور یخ منبسط بشه. به همین دلیل میتونن برای مدتی منجمد بشن و بعد از گرم شدن دوباره به زندگی برگردن. اما این به معنای نامیرایی نیست. اگر مدت زمان یخ زدگی زیاد بشه یا دما خیلی پایینتر از آستانه تحملشون بره، بافت‌ها به صورت برگشت ناپذیر تخریب میشن و دیگه هیچ راهی برای بازگشت وجود نداره. اما تا امروز هنوز هیچ انسان یا حیوان بزرگی نتونسته مثل اون مگس‌ها از یخ زدگی کامل جون سالم به در ببره.